درود به دوستداران کانال زمردفال. دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در صحت و سلامت کامل به سر ببرید انشالله. و اما انرژی خانی امروز ما، توی ویدیو آخری بهتون قول داده بودم که در رابطه با رازهای پنهان او با شما انرژی خانی داشته باشم. میخوایم ببینیم که کیس احساسی شما چه رازهای پنهانی داره که شما ازش باخبر نیستید. حالا چه الان با هم هستین، چه از هم دور هستین، کاتین، فرقی نمیکنه. کلا میخوایم همه این موارد رو بررسی کنیم. خب من شروع میکنم. از 2 دسته دک میخوام استفاده کنم. لطفاً با من همسو هم جهت بشید. لطفاً در همین ابتدا ویدیو رو لایک کنید و در آخر نظرات خوبتون رو به اشتراک بگذارید. اگرم که تک نیت دارید میتونید که زیر هر ویدیویی که مشاهده میکنید بنویسید، اسمتون رو هم بگذارید تا به تک نیت هاتون تو یک ویدیوی سوا جواب خواهم داد با ذکر اسمتون. خب حالا اسم کیس احساسیتون رو با خودتون تکرار کنید. فقط تمرکز لازمه دوستان. فال گروهی هستش، هر کدومش که به شما میخوره برای خودتون بردارین که حس میکنین و هر کدوم که حس میکنید که اصلا ربطی نداره برای دیگران بگذارید. ممنون میشم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولین کارتی که در اومده، اتفاقا اومده که بهت بگه که یک رازی در درون من هست که من نتونستم با هر کسی در میون بگذارمش و خیلی داره اذیتم میکنه. چیزی که بارها شده شبها مثل کابوس اومده توی خوابم و از تکرار دیدنش خودم خسته شدم. چیزی که کل زندگیم رو در بر گرفته. بارها باعث شده که سد راه هم بشه، چون افکارم رو کاملا در بر گرفته، افکارم رو خسته کرده، یه جورایی افکارم رو بیمار کرده، مریض کرده. خب ببینیم که واضح‌تر چی میخواد بگه. خب بله، ببینید این شخص 100% در زمان خیلی گذشته انگار که شخصی وارد زندگیش شده و موضوعی رو براش ایجاد کرده، براش به وجود آورده که انگار که این آدم رو از حقیقت دور کرده. یعنی چجوری بهتون بگم، اون باوری که داشته، حالا به هر مسئله‌ای، حالا از لحاظ دینی، از لحاظ معنوی، به هر چی که باور داشته، باور اون رو ازش گرفته اون شخص که وارد زندگیش شده. شخصی که از راه احساسی وارد شده، حالا تو هم با مسائل کاری هم بوده، ولی هرچیه این باور رو از اون گرفته و چشم، یعنی یک انگار که یک دستمالی رو بستن به چشمش، یه چشمبندی براش گذاشته و دیگه حقیقت رو خوب نمیتونه ببینه، با اینکه میتونه اون چشمبند رو از رو چشش باز کنه، اما جوری با ضمیر ناخودآگاهش عجین شده که دیگه نمیتونه اون چشمبند رو برداره. یه جوری عادت زندگیش شده این باور غلط که اون طرف بهش داده، مثل یک آدم سمی رفتار کرده. ببینید در مسائل کاری مثلا انگار که مثلا با کسی که قبلا توی زندگیش بوده یک کاری رو انجام دادن که از لحاظ قانونی مشکل داشته. این قشنگ داره به من اینو میگه، از لحاظ قانونی مشکل داشته. حالا مثلا چه میدونم برخلاف قانون کار کردن،
در رابطه با مسائل کاریشون یا چیزی فراتر، مثلا مثال میزنم پولشویی کردن، چیزی که یا مثلا حق کسی رو پایمال کرده در کنار اون طرف، یه همچین حالتی که این رو خیلی آزارش داده. شما فکر کن از کوچکترین معاملات کاری تا بزرگترینش که میشه پولشویی، برای این طرف اتفاق افتاده. یعنی این کیس احساسی شما رو تو گروه خودشون قرار دادن، انگار که 2-3 نفرم بودن. خب این یه همچین اشتباهی رو کرده و با کسی هم نتونسته در میون بگذارتش. گاهن از خودش متنفر میشه، از خودش نادم و پشیمان میشه. به خاطر همینم حالت دوگانگی اخلاقی، حالت دو قطبی، دو بعدی بودنش به خاطر همین مسئله است که در زمان خیلی گذشته یا حالا سنش خیلی کمتر بوده یا حالا دانسته یا نادانسته یک سری کارماهایی رو برای خودش تو زندگی وارد کرده، تحت تاثیر کسانی قرار گرفته، در هر حال این کارو کرده و انگار که از خودش رو برگردونده. الان خیلی دوست داره که بتونه در رابطه با مسائل خصوصیش با تو صحبت کنه. حتی برای مشاوره هم که رفته، حتی نتونسته به مشاوره هم خیلی راحت این مسائل رو بگه. خیلی جالبه، انقدر ترس داره، یک ترس درونی داره که حتی بخواد این مسائل رو کنه در رابطه باهاش. خیلی خوب، ببینید این قبلا یک مهاجرتی داشته، یک جابجایی خیلی بزرگی داشته که به بنبست خورده. این جابجایی، این مهاجرت، این رفتن و مجبور شده که برگشته. یعنی این جابجایی داشته که جواب نگرفته از این مهاجرتش، از این جابجاییش و این رو دلش نمیخواد اصلا با کسی در میون بگذاره. خب دوستان، نمیدونم خبر دارید حالا یا ندارید، امکان داره که این آدم یه چند وقتی هم که توی بازداشتگاه بوده، توی حبس بوده. نمیدونم که چقدر از این آدم شما مطلع هستید. در رابطه با مسائل احساسی میتونم بگم که قبلا حتی یک ازدواج ناموفقم داشته. حالا ازدواجی که تشکیل خانواده نداده، یعنی شاید مثلا زیر سقف اصلا قرار نگرفته، اما ازدواج رو داشته، یک ازدواج رسمی داشته. ببینید قبلا این آدم کسی بهش خیانت کرده، همسرش بهش خیانت کرده یا عشقش بهش خیانت کرده، کسی رو که خیلی قبول داشته اون بهش خیانت کرده. این خیانت خیلی واضح اینجا هستش و باعث شده که توی این دنیایی که الان داره زندگی میکنه که اصلا کسی رو باور نداشته باشه. یک باور دیگه با ترس، یعنی اصلا کسی رو باور نداره. امکان نسبت به خود شما هم یک سری شک و شبهه هایی رو اصلا داشته باشه. خیلی بیخودی شده که مثلا تو خیلی از مسائل به شما شک کرده یا حرفتون رو باور نکرده، یا حالا مثلا هر جا که بودین لازم بوده که سندیت بهش نشون بدید تا باورتون کنه. خب ببینید این برمیگرده به ابتدای بعد به تولدش، یعنی چیزی که مربوط به خونه و خانواده‌شه، چیزی که مربوط به اوضاع داخلی زندگیشه. این 100% یکی از اعضای خانواده‌اش دوچار یک مسئله سیاسی بودن، یک مسئله‌ای که به دادگاه و اینا مربوط بوده و یه جورایی حتی الانش هم با ترس و لرز دارن اون خانواده زندگی میکنن. مثلا میترسن که مبادا دوباره بخواد افرادی بیان و مثلا یه جورایی بهشون گیر بدن و بخواد دوباره شخصی از عزیزانش حتی به زندان بره یا حتی خودش بخواد به زندان بره. خب ببین این داره میگه که من در سابق خیلی تلاش ها کردم، خیلی خواستم
محافظت کنم، مراقبت کنم از چیزی که دارم. یک چیزی رو که خیلی براش با ارزش بوده، با ترفند، با خیلی، یعنی چجوری بهتون بگم، خیلی بیشرمانه ازش دزدیدن. حتی میتونه تو مسائل ناموسی و احساسی هم باشه دوستان، هستش. و من میبینم شخصی رو که خیلی سعی کرده دفاع کنه، خیلی دویده، خیلی خواسته وایس در مقابل یک سری افراد، ولی نتونسته. این گذشته خیلی تلخی داشته. ببین، گذشته خیلی تلخی داشته. حالا چیزی که حس شیشم هم داره در کنار این کارت ها میگه، مثلا من میتونم بگم که حتی توی خانواده‌اش هم پدرش یا مادرش یک پنهانکاری نسبت به هم داشتن و این حالا اون زمانی که بچه بوده یا حالا نوجوان بوده مشاهدهگر یک سری از کارهای اشتباه پدر مادر هم بوده و این خیلی اثر گذاشته روی این بچه، یعنی این آدم که الان دیگه بچه نیست. ولی بعضی از زخم ها، بعضی از موضوعات از زمان بچگی یک تصویر خیلی منفی توی ذهن فعال میشه و تا دم مرگ هم باهات هستش. نمیشه گفتش که مثلا طرف الان دیگه سنی ازش گذشته، طرف 40-50 سالشه، یعنی که مثلا یادش میاد که مادرش قبلا چیکار کرده، پدرش قبلا دزدی کرده یا مادرش قبلا خیانت کرده. این میمونه توی ذهن، امکان نداره پاک بشه. و چون پدر مادرم هم هستن، نمیشه جلوشون وایساد، نمیشه ازش دلیل رو پرسید، یا اگه دلیل هم بپرسی که خب طبیعتاً به جواب درستی نمیرسی، چون خب بالاخره پدر مادر حالا تو هر شرایطی هر کاری که کردن نمیان برای کسی یا برای بچهشون توضیح بدن، چون قابل درک نیست. هر کسی توی جایگاه خودش، تو موقعیت زندگی خودش، تو زمانی اصلا یه سری فلان کار رو میکنه، نمیاد هیچ وقت باز کنه مسئله رو. در هر حال این یک پنهانکاری که بر میگرده به یکی از عزیزانش، ریشه از یکی از عزیزانش داره، این هم شامل حالش شده. گاهن به شروع جدید فکر میکنه، قدرتش رو جمع میکنه، ولی به یک بار خودش رو پوشالی میبینه. این ضعف درونی این آدم رو داره نشون میده. عذرخواهی میکنم، من کمی آب بخورم. ضعف این طرف رو داره نشون میده. اون استرس درونی، اون ناباوری و اون اعتماد به نفسش رو از دست داده. حالا هر کدوم از این مواردی که من به شما گفتم داشته باشه، اصلا ربطی هم نداره، گفتم به سن و سالم مربوط نیست. آدم یه جز کم میاره، چون مثل یک سایه میشه باهات. هر کجا که میری، هر کجا که میخوای حرف بزنی، میخوای انتخاب کنی، اون صحنه ها میاد جلوی چشمت و اذیت میشی. ببینید، و حتی میگم فال گروهی هستش دوستان، میتونه این آدم قبلا اعتیادم داشته باشه. امکان داره که یا اعتیاد داشته یا یک مریضی خیلی سختی که سعی کرده این مریضی رو پنهان کنه. حالا اگر که توی جسمش نمیبینید یا تا الان متوجهش نشدید، چون بالاخره بدترین مریضی هم که باشه به مرور زمان افت بدن هست دیگه و همه میبیننش. این دو قطبی بودن این آدم هست. امکان داره این آدمی که دو قطبی هستش حالا شاید هم حالا یا ترسناک یا خیلی مسخره به نظر بیاد، اما هست همچین چیزهایی. من خیلی خودم مشاهده کردم، باهاشون صحبت داشتم با یه همچه افرادی. توی آینه شخص دیگر رو میبینن و باهاش صحبت میکنن و
این خیلی برای اونها عادیه. دو قطبی بودن این فرد هستش. خیلی دوست داره که تو مسائل احساسی بتونه خودش رو از لحاظ مسائل احساسی ارضا کنه، ولی متاسفانه نتونسته. خیلی دنبال راه چاره داره میگرده که بتونه در درون خودش نفوذ کنه، بتونه درون خودش رو کنترل کنه این آدم، ولی نتونسته. به خاطر همینم یهو تبدیل به یک آدم وحشی، آدم خطرناک و از لحاظ احساسی گاهن بیرحم. این دو قطبی بودن اون آدم است. این داره میگه که چون از لحاظ احساسی چه توی خانواده‌اش مثلا دیده که پدر و مادر نسبت به هم دروغای احساسی زیادی گفتن، که این نوجوان یا این بچه قبلا دیده که پدر یا مادر دارن به هم دیگه مثلا ابراز محبت و عشق میکنن ولی پنهانکاری دارن، یا عشق سابق خودش یا کسی که در سابق باهاش زندگی میکرده که بهش خیانتی کرده و به جایی میرسه که میخواد مثلا با خود شما درگیر احساسات خیلی شدید و بالا بشه، انگار یهو مثل اینکه مثلا یه آب سرد بریزن روی این طرف، یهو خودش رو میزنه کنار، یهو میترسه که دوباره بخواد مثلا این آدمه یهو به خودش میگه که نکنه من همون شخصیتی هستم که میخواد گول بخوره و از این گول خوردن خیلی میترسه و سعی میکنه که توی این مسئله اتفاقا پیشی بگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون راه خیانت رو شروع میکنه، میگه قبل از اینکه طرف مقابلم بخواد این کارو بکنه من این کارو میکنم و ذهنیتش هم همینه، ادلش هم همینه. احساس میکنه که همکارش داره بهش خیانت میکنه، کیس احساسیش پارتنرش داره بهش خیانت میکنه و از این خیانت خیلی میترسه. از اینی که نتونه توی یک مسئله‌ای، توی یک مسابقه‌ای، تو هر چی که شروع کرده نتونسته برنده بشه، نتونه برنده بشه، خیلی ترس داره. به خاطر همینم امکان داره که هیچ ریسکی رو قبول نکنه. اینی که بخواد ابراز محبت به شما بکنه، ابراز عشق بخواد به شما بکنه، میترسه. میگه نکنه که من صدم رو کنم اون آدمه بخواد سوء استفاده بکنه. چرا؟ چون در گذشته ازش سوء استفاده شده و در زندگی خانوادگی زیاد سوء استفاده ها رو نسبت به همدیگه دیده. خب میشه ذهن مریض، تبدیل به یک ذهن مریض میشه و نتونسته این حرفا رو با شما یا حتی با مشاورش، با دکترش، نتونسته این حرفا رو در میون بذاره و امکان داره همواره هم تو خودش نگه داره. ولی اگر که بتونه جایی رو که داره دنبالش میگرده، بتونه جایی رو پیدا کنه که خودش رو خالی کنه و خلاص کنه و کسی قضاوتش نکنه، اون موقع این آدم مطمئن باش که 90 درجه تغییر خواهد کرد. دوستان، قصه امروزم به پایان رسید. لطفا نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید در رابطه با این فال. خیلی برام مهمه، خیلی دوست دارم بدونم. و اینکه در رابطه با تکنیت ها هم حواستون باشه که من هفته یک بار تکنیت دارم. میخوام که اسم تو این زیر باشه که برای تو هم تکنیت بگیرم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.